سلام و خوش اومدید به قسمت 2 10 عروسک نفرین شده تاریخ. شماره 5 مندی در موزه بهشتی کلمبیا نگهداری میشه و شبها صدای خنده این عروسک از ویترین شنیده میشه. عروسک شماره 4 جولیت. یک خانواده ادعا دارن این عروسک 4 نسلشون رو نفرین کرده و هر نوزاد دختر خانواده بعد از تولد میمیره. عروسک شماره 3 رابرت از معروف ترین هاست. در موزه کی وست فلوریدا نگهداری میشه و بازدید کننده ها باید ازش اجازه بگیرن تا بتونن ازش عکس بگیرن. در غیر این صورت بدشانسی های وحشتناکی سراغشون میاد. و عروسک شماره 2 مشهورترین عروسک آنابل. شاید از فیلم ها بشناسیدش. در موزه وارن نگهداری میشه. روح یک دختر در اون زندانی شده و حتی امروز بازدید ازش هم ممنوع شده. و عروسک شماره 1 لبوبو. کمتر کسی اسمش رو شنیده. میگن در دهه 70 پیدا شده و هر خانواده‌ای که لبوبو رو نگه می‌داشت درگیر ناپدید شدن یا مرگ‌های مرموز می‌شد. بعضی‌ها باور دارن هنوز هم در یک موزه مخفی نگهداری میشه. عروسک‌ها فقط وسایل بیجان هستن یا شاید هم نه. آیا شما جرأت دارید شب یکی از اینها رو کنار تختتون بذارید؟